بسیار خوب، اصلا مسئله نیست. و یعنی دوستانی هم که حاضر نیستن صحبت بکنن، حتما شنیدین دیگه، شکنجه و زندان و خفقان و دیکتاتورشیپ چیز راحتی نیست. آدم یک دفعه توش باشه، بعداً هم بخواد مرتباً بعد 40 سال 50 سال که با خودش کار کرده به زندگی عادیش رسیده دوباره بخواد تکرارش کنه و صحبت کنه، غیر انسانیه. بله اصلا درست. بله، این غیر انسانیه، به خصوص تو قرن 21. بله. خانم آزاد، قبل از اینکه حالا برسیم به سوالات مربوط به شکنجه و شخص ثابتی، یه معرفی اجمالی از خودتون میفرمایید؟ چون من میخوندم شما مثل اینکه خیلی فعال سیاسی نبودید، یک دکتری بودید که رفته بودید آمریکا و برمیگردید ایران، الان اتفاقات براتون میفته. یه معرفی اجمالی که ما هم خودمون هم بینندگانمون بیشتر شما بشناسن لطف کنید بدید. خواهش میکنم. حتما همون جوری که واقعا نوشتم همون بوده که من البته اصولا خیلی مسائل اجتماعی علاقمند بودم، از اونا نبودم که فقط تو چارچوب زندگی شخصیم باشم. توجه کردی از خیلی خیلی جوونی هم مسئله این بود، مسئله شهروندی مسئله بود، مسئله حق زندگی، حق زنها، حق آزادی خیلی برای من مطرح بود. با تاریخ ایران تا یه مقدار زیادی آشنایی داشتم و روزنامه های اینا رو میخوندیم. تو زمان ما هم که دانشگاه بودیم که چیز بوده، واقعا تا قرن 20 بود، آدم باور نمیکنه 50 سال قبل بود. تو تمام عمر من نگاه میکنیم مسائل اجتماعی خیلی متعددی گذشته به زندگیم بوده، چیزهای مختلف تو جامعه بوده و من باهاش آشنایی داشتم، اما بخوام اون چنان فعال سیاسی باشه نه. تو دانشگاه هم تظاهراتی بود، شرکت میکردیم، دوستانی داشتیم، صحبتهای مختلف میکردیم، حمله میکردن تو میتینگ ها، ما میرفتیم کتاب میخوردیم و فلان. به این حد بودش که این خودش خب برای یه دختر جوان تو وسط های قرن 20 تو ایران خب مسئله بود دیگه، میدونین. این بودشو که رفتم امریکا، خب همین چون علاقه زیادی داشتم نه مثلا دنیا چجوری میگذره و کشور ما کجا قرار داره، در حالی که تخصصم میدیدم کتابا رو میخوندم و افراد مختلف هم بودن دیگه تو جامعه که میتونستم باهاشون تماسی داشته باشم، صحبتی بکنم. من نمیدونم شما تو خارج بودید یا نه، همه چی آزاده اونجا، میدونین. شما از چپ به چپ تا راست راست هرچی بخواین اونجا هست، کسی هم نمیگیره شما رو، نه هیچی. و خیلی راحت هم میتونین نظرتون چیز بکنین. خب این تحت تاثیر رو آدم قرار میگیره، یاد میگیره من یه حق دارم به عنوان یک زن یا آدم در کشوری که اجداد من هزاران سال اونجا بودن، برای خودم حق قائلم. و این چیزها خیلی برای من روشن کننده بود، توجه کردی. و تمام مسائل تاریخی و اجتماعی و اقتصادی هم تو روزنامه ها نوشته بود دیگه. کم کم ما زبانم که یاد گرفتیم، نیویورک تایمز اونجا بود، واشنگتن پست اونجا بود، روزنامه های دیگه بوده اونجا. آدم میخوند این آشنایی ها رو پیدا میکرد، بحث و گفتگوها داشتن با افراد مختلف. و موقعی که تموم شد برگشتیم ایران و گفتیم خب اصلا برنامه خانواده، برنامه من از قدیم الایام بود، همینطور خانواده‌ام بود، برگردیم ایران به کار خودمون برسیم. چه سالی برگشتید ایران شما؟ سال 54 بود. بله. تو فارسی بخوایم بگیم، من حدود مثلا اوایل، درست ماهش حدود مثلا اوایل تابستون بود واقعا. بله. فروردین تو خودت حدود تیر این موقع ها بود. اومدم تهران و خوشبختانه دانشگاه تهران، دانشگاه پزشکی تهران فارغ التحصیل شده بودم. برای منم دانشگاه پزشکی تهران مثل یک کعبه بود، خیلی دوست داشتم همیشه. و قبولم کردن که من استادیار بشم دیگه. خیلی خوشحال شدم، خانواده کمک کردم، آپارتمانی گرفتم و زندگی که شروع کردم. و خب میدونی که بعد از سال آدم خارج باشه مقداری باید جمع جور کنه خودشو. آشنایی هایی پیدا کردم با دنیا و روزنامه اونجا و که ببینم چه خبره. اوایل آبان
حدود بازم تاریخش واقعا 5م 6م یه همچی چیزای آبان. رفتم خونه دیدم اونجا واسادن و گرفتن و بردن دانشگاه به قول معروف بردن کمیته، که برای من فوق‌العاده عجیب بود و من البته میدونستم ساواک هست، یعنی اینجوری نبود که آشنایی نداشته باشم، میدونستم میگیرن و اینا، اما واقعا اصلا برای خودم رو در اون حدی نمیدیدم. شاید یه مقداری امتیاز به حکومت ایران میدادم که همینجوری آدم نیر، به خصوص کسی که به کشورش علاقمنده، به مردمش علاقمنده، به تاریخش علاقمنده، اومده خدمت بکنه. اما خب گرفتن و طرف همون جریانات معمولی گذشت و ما رو بردن و خلاصه پیش بازجو رفتیم، بازجو صحبت کردیم و اصلا خود گرفتنش بردنش اونجا اصلا برای من مثل سینما بود. 2-3 تا مسلح دور و بر من نشسته بودن، ماشین جلو، مسلح ما. اصلا من خندم میگیره، واقعا فکر کرده بودم موقع حتما یک کسی رو عوضی گرفتن. هیچی. حالا اونجا باجو رو به من گفت تو باید تو بر علیه امنیت کشور کارات کردی، باید حرفات بزنی. من هرچی فکر کردم بر علیه امنیت کشور، من چه کاری کردم؟ هیچ گونه کاری تو عمرم مثلا انجام ندادم و هرچی هم خوندم به هدف یا نظری که داشتم، هدف من پیشرفت کشور ایران بود، چون حق ماست واقعا، چرا که نه؟ ما این همه درس میخونیم، زحمت میکشیم، سرزمینمون فلان تاریخی داریم، فلانی داریم. خلاصه شروع کردم به قول معروف پذیرایی کردن که هیچی دیگه. یا عالم همینجوری هم اونجا تو همون سایتمونم نوشتم شکنجه های مختلف که برای من خنده‌دار بود. بعدن خب صداها پخش میشد، افرادی دیگه میشنیدن شکنجه رو. واقعا شاید اون 2-3 ساعت اول من کاملا گیج بودم که اینا چیکار میکنن، به طوری که منو بسته بودن رو تخت، داشتن فلک میزدن، شکن شلاق میزدن. من اصلا تعجب کردم به این، گفتم شما اولا مطمئنین که آدمی رو گفتن آره و فلان نه. گفتم خب بس شما آخه معنی نداره تو قرن 20 دارین کف پای منو فلک میزنین، این یه چیزیه اصلا مورد قبول نیست تو هیچ جای دنیا. ما الان تو قرن 20 هستیم، مورد قبول نیست. مردم دارن میگن کره ما تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده، داری منو میزنی اینا که کتاب خوندی یا مقاله داری؟ نه. و اما خب خود فهمیدم دیگه قدرت آداپتیشن آدم زیاده. فهمیدم آره این داستان ها گفته میشده درسته، همینطوری ادامه پیدا کرد. حالا من نمیدونم چقدر شما میخواین تو جزئیات بریم، چون جزئیات همه چی همونجا گفته شده. همین حدود 3 ماه آزگار اینا زدن، یعنی واقعا میگم تا اونجایی که میشه شمردم حدود شاید 45 دفعه منو بردن تو اتاق تمشیت، یعنی اتاق شکنجه شد و بعدن انواع اقسام شکنجه ها میکردن دیگه، از شلاق زدن و الکتریک شاک و آویزون کردن و سوزوندن، انواع اقسام. نمیدونم با سیگار شمع بعدن کردن تو کوره. اون توضیح کوره آتش سوزی رو هم دادم اونجا. حالا نمیدونم بازم یه بار دیگه لطف کنید بدید اون توضیح رو واسه مخاطبای صفحه خودمون میخوام. آره اون کوره آتش سوزی خیلی اصلا عجیب بود. میدونی حدود بهتون گفتم 3 ماه پشت سر هم شکنجه میکردم، حدود وسط ها بود، یعنی 5-6 هفته اینا گذشته بود و واقعا هم بازجوییشون این بود، نه مدرکی به من نشون میدادن، نه کسی رو به من روبرو میکردن، هیچی. هر روز صبح خیلی وظیفه شناسانه منو صدا میزدن، میگفتم بنویس تمام دوستا آشناهایی که داری، با هر کس هر چه حرف زدی بنویس تو این کاغذ.
که خب من تو عمرم بچه کوچیکی نبودم که دانشگاه تهران 7 سال بودم، 6-7 سال آمریکا بودم، انواع اقسام مردم رو میشناختم. به اینا میگفتم آخه من که نمیتونم اصلا این چیزها رو بنویسم، اصلا معنی هم نداره من آشناهای خودم اونو به شما بگم که چی، آخه معنی نداره. بعداً میگفتن خب حالا که اینجوری میبردن بالا، تو من طبقه پایین بود، تو طبقه باجو هم اسمش کاوه بود، یعنی همایون کاویانی یه سرگرد ارتشی بود و گویا خودشون جوری میگفت من حقوق خوندم آمریکا، دوره دیدم از این داستانا. بعدن یکی از این روزا که منو بردن تو اتاق شکنجه، اون روزی مقدار فرق داشت. من نشوندن روزم خواهد چشم بندم بسته بودیم، نمیدونستیم چه جوری هست، منو چشمم بسته بود، نشوندن رو زمین. خب ما فقط با دستمون و گوشمون استفاده میکردیم. دیدم همچین مثل که یه چه میدونم از این صندلی های دسته داره جوریه. طرف اومد یه چیزی رو باز کرد به من گفت برو تو از پشت. خب من یه آدم گنده نیستم، 50 کیلو الان بیشتر نیستم، اون موقع من مقدر بیشتر نبودم. چیزی دست زدم به نظرم رسید مثل از این قفس‌های حیوان کوچو می اومدی. اینا اینقدر بود که من از پشت میرفتم تو. واقعا هم چاره‌ای نداشتم. خب حالا مثلا میله رو نگه می‌داشتم، اونم بعد از 6 هفته شکنجه شدم، غذا نخوردن، غذا نبود و فلان نبوده، قدرتی نداری. من خیلی راحت، برای من میدونستم خیلی راحت من خودش میتونست بندازه، بهتر بود من محترمانه خودم برم اونجا. ببینید اینجاست که واقعا من نمیخوام اینقدر از خودم صحبت کنم. مسئله دیکتاتوریه که یک دفعه تو رو ناچار میکنه واقعا. یعنی من آدمی که میگم من حق دارم از حق خودم و حق مردم دفاع کنم، که اونجا میرسه دیکتاتوری فشار میاری، تو میری تو اون قفسه حیوان. خب من چیکار میکردم؟ بشینم داد بکنم یارو من با فشار میندازی بیشتر؟ این این مدت آدم کتک خورده و شکنجه شده. رفتم اونجا نشستم انقدر باید پامو دراز کنم، اون طرف درشم بس، حالا چشمم بسته است. یه دفعه دیدم داخل این گرم شد، هی گرم شد و اینا. واقعا برای اولین بار وحشت کردم توی محیط کوچیک یه جا خیلی گرم شده باشه. خب گرماش مغز زیاد بود، به دما از بینیم، به حلقم، چشم، به اینا میرفت، داشت اینا میسوخت. لباسم تنم بود البته اونجا بود. من یک دفعه یاد همون داستانهایی که کاری که هیتلر با یهودا کرده بود توی آلمان، فی الواقع همون لحظه به این فکر افتادم اینا میخوان اینجا منو کبابم کنن. بازم گفتم که ببین شما 2 نفری مثل که واسطاده بودن اونجا، صداهاشون شما میدونین من کی هستم؟ من نسرین آزاد دکترم، کسی نیستم. شما آخه به چی جور میخواین من اینجوری بسوزونین؟ گفتن نه، تو بر علیه امنیت کشور اقدام کردی و باید سوخته بشی. و من واقعا برای من حسابی تعجب آور بود. به قول معروف هیچی دیگه دست من مگه بیشتر میرسید. و مملکت دیکتاتوریه. ما میدونستیم از قدیم، من میدونستم همون موقع دانشجو پزشکی بودم، گارد شاهنشاهی اومده بود به ما کتک میکرد. ما میدونیم مملکت شوخی که نیست. تو آمریکا هم همه این چیزا نوشته شده بود، قشنگ میدونستیم. من ساکت شدم، فقط تناکاری کردم به قول خودم توی ذهنم، با فامیلام با دوستام اینا خداحافظی کردم، گفتم همینه که هست، تموم شد. فقط این فرنجم که رو سرم بود همینجوری کردم، فقط صورتم نگه داشتم با بینیم که بتونم با چشمم بستم اینا چیز کردم، فقط بتونم یه ذره اون گرمای داغ مستقیم به من نخوره.
و خورد خورد این داغش جوری شده بود به ما اونجا دیگه حمامی که نمی کردیم، لباسم همه خون و کثافت و چرک و افتضاح. این لباس ها بوی بدش هم در اومده بود و همه چی اصلا افتضاح بود اونجا دیگه. واقعا من فقط تو ذهنم داشتم برای خودم فکر میکردم که اصلا چرا باید اینجوری باشه، باید دنیا آزادتر باشن مردم. اصلا هیچ حکومتی حق نداره، هیچ حکومتی حق نداره شهرونداشو اصلا بگیره، واوالی که زندانش کنه، واوالی که هفته شکنجهش کنه، حالی که بخواد بسوزونه اینجوری، اصلا معنی نداره. و اتفاقا اینجا فقط باید تکیه کنم همین آقای ثابتی که خود شاه هم اتفاقا تو سایت خودمون، من 2 تا از اون چیزا رو گذاشتم تو سایتمون، همیشه میگفتش ما شکنجه نداریم. دیدم خداحافظیام هم تو دلم کردم و چیزه ده مرارت کم شده. واقعا هم نمیدونم، ساعت که نداشتم، فقط میدونم حرارت انقدر زیاد بود که اینو آوردن پایین. خب حرارت کمتر شد، در رو باز کردن، اومدن منو کشیدن بیرون که من فوق‌العاده خسته و بیحال بودم، اصلا افتاده بودم دیگه. خب یه گرمازدگی حالا هرچی میتونه باشه. بالاخره منو بردن با برانکار بردن و فلان. بازم اینجا میخوام تکیه کنم که وقتی منو آوردن بیرون، ببینین تاثیر شکنجه تو زندگی چیه. من دختر 16 ساله 18 ساله نبودم، دکتر بودم، متخصص بودم، فوق تخصص داشتم، سالها عمرم بود، 30 خورده عمرم بود اون زمان. توجه کردین؟ یک دفعه تو آدمی هم بودم، کتاب خونده بودم، خواهان آزادی و حق شهروندی و اکوالیتی به قول معروف بودم. اون لحظه دفعه گفتم چه خوب بود، اینا نمیخواستم منو بکشن، فقط یه شکنجه بود. یک دفعه احساس کردم اصلا خواستم فوش دادم به خودم، گفتم خاک بر سر تو در عرض چند هفته انقدر حقیقت از بین رفته پست شدی، تو رو بدون هیچ دلیلی کردن تو این کار، تو این چیز، و تو الان میگی فقط یه شکنجه است. فقط اصلا کی حق داره کیو شکنجه بکنه؟ هیچ کس تو دنیا حق نداره و من حق دارم فکر کنم، نظرمو بگم، هیچ کس هم حق نداره. هیچ. فردا هم اومدن همین کارو کردن و اینای 2 روزی گذشت و بازم ادامه دادن شکنجه های دیگر رو. یه روزی نشسته بودم دیدم من نمیتونم قشنگ با رو باسنم بشینم، تعجب کردم. میدونی آدم تو اون زمان خیلی حالش خوب نیست دیگه، خیلی چیزای مختلف هست. یه دفعه تعجب کردم، این خودم معاینه کردم دیدم 2 تا باسنم پر تاوله. یه دفعه تعجب کردم، به طوری بود که من سختم بود بشینم، فشار می اومد. خب من اونجا پاهمم که همه شکنجه شده، عفونت پیدا کرده تا وسط های ران، عفونت که تب و اینا رو همه رو اونجا نوشتم من قبلا. عفونت رفته بود به خونم، حالم بد شده بود، از این آنتیبیوتیک های آتاشغال میدادن، درست نبود، مجبور شدم با دکتر کلی صحبت کنم، با وجود این برو آنتیبیوتیک های دیگه بیار. بالاخره طرف آنتیبیوتیک های دیگه رو برده بود و فلان اینا.
من اصلا دیگه برای من جوری شده بود من نمیتونستم بشینم. بعدا پاشنه پامم که دیدم، حالا کف پام که زخمه بان پیچی شده، پاشنه پام تاول زده نیست، اینجوری نشسته بودم باسن و پا. خلاصه این زخمای باسنم و زخمای کف پام با زخمای پاشنه پام ماهای زیادی طول کشید، به طوری که من تو کمیته حدود 10 ماهی 11 ماهی اول نگه داشتم، چون مرتب من میرفتم چیز میکردن، عفونت رو درمان میکردن، آنتیبیوتیک بود و اینا، و حتی نه دادگاه موقع فرستادن نه ملاقات داشتم نه هیچی. تو طول این مدت همون مثلا 2 هفته یا 3 هفته اول یه ملاقات با داییم داشتم تو اتاق رئیس شهربانی، افسرهای شهربانی بودن و با جومن بودن و اینا، گویا دایم با افراد مختلف تماس گرفته بود. یه 10-8 دقیقه تنها فرصتی کردم دایم بغل کنم بگم اینا حیوانن، شکنجه میکنن، آدمای درستی نیستن. دایما حساب کار فهمید و چیز زیادی نگفت و همون چند دقیقه رفت منو برش گردونن. و این 2 دفعه تو این شکنجه بود که این فوق‌العاده عجیب بود. بعداً من شنیدم خیلی کم از این استفاده کرده بودن و مسئله هست. میدونین اینجا ما برمیگردیم شکنجه یعنی چی؟ حالا میگم شکنجه های تو آپولو گذاشتن، سوختنهای مختلف، خیلی جالب بود. اینا آویزون میکردم، من دیگه اینقدر حالم بد بود قش میکردم. بعد از اینکه بیدار میشدم از قش کردم، بعدا میدم دستم اینجاها و اینجاها، حتی رو شکمم جای سوختگیه. یعنی این واقعا جنایت بود. اینا با سوزوندن میخواستم ببینم من جدی شکنجه یعنی در بیهوش هستم یا دارم تظاهر به بیهوشی میکنم. تا مدتهای زیادی تمام تنم تا اینجا زخم بود و من الان اتفاقا تو همون سایتم با کمال خجالت عکس باسن اسکاری هم که اون زخمی که شده بود هنوز اسکاره، عکسشو گذاشتم تو سایتم که برای من خجالت آور بود عکس باسنم بذارم مردم بخوام ببینن. اما اینقدر این مسئله برای من ضد انسانی بود و کف پام هم که هنوز هست. یعنی شما فکر نکنید بعد از مدتی که آدم شکنجه بشه پاش راحته. نه، من الان بقول یکی از دوستام که اونم شکنجه شده بوده میگفته سالی من پول زیادی خرج میکنم نه برای لباسم، برای کفشم. چه کفشی بپوشم بعد از 50 سال؟ اون خانم هم شکنجه شده بوده. 50 سال من بتونم راه برم. یعنی مسئله اینجا نیست اونجا شکنجه بشه تمام میشه. 50 سال دیگه با تو هست. من که میخوام الان بشینم زیر خودم باید یه بالش نرم بذارم بشینم. رو چوب و یه جای سفت نمیتونم بشینم. هنوز باسنم ناراحت. توجه کردین؟ این هستش. بعدم گفتم در حدود 55-60 دفعه حتما بردن من تو اتاق شکنجه که انواع اقسام، گفتم از شلاق و سوختن و الکتریک شاک و اینا، و بعدن عوارضش میمونه. مثل الکتریک شاک من دندونم همش مثل پودر در میومد. اتفاقا مقالم جایی چیز کردن، فهمیدن که آره الکتریک شاک استخوان پوک میکنه. پای من یه مشکلی دیگری از این بانیونا داشت، عمل میخواستم کنم، به شکنجه مربوط نبود. دکتری که عمل میکرد همکار من بود. به من گفت تو استخوان انگشتای پا چرا اینجوری کج موجه و چیزه پوکه، و من مجبور شدم برای یه بانیون معمولی توش میله بذارم. خب من به اون دکتری امریکایی چی بگم؟ همکار منم هست، اون که اصلا نمیفهمه شلاق خوردن چیه. ما به اندازه کافی این حرفا رو تو سطح دنیا زده شده، روی ایران رفته.
اما آدم واقعا خجالت میکشه. با امریکایی‌ها بیان تو رو انداختن کوره سوزوندن. گاهگداری من با چند تا از دوستای امریکایی صحبت میکردم، اصلا شاخ در میوردن همچی چیزی هست. حالا این دیگه مسئله به قول معروف ما بازم رفتیم مثل روزخونه ها داریم میشه این چیزها رو صحبت میکنیم. بله شکنجه بوده، خیلی شدید بوده، همینطوری شما خانم عزامیری که گفتین فوق‌العاده این خانم و خانم‌های دیگه. همون دوستی که گفتم که الان میگه من پول زیادی برای خرج کفشم بکنم تا راحت باشم، ایشون چیز کرده بودن تو ناخونش شده بودن که فی الواقع هم این عضو مجاهدین هم نبود، هیچ سمپاتی بود، یک تکنویسی براش کرده بودن. این حتی اصلی هرگز ندیده بود تو خودش. توجه کردین؟ چیز از این چوبا میکردن زیر ناخون آتش میزدن، این بیچاره انگشتاش هنوز ناجوره. خانم آزاد، شما رو حجم شکنجه توضیح دادید زیاد بوده و اینا. من الان یه سوالی که مخاطب امروزه پیش میاد، مخاطبی که اون دوران زندگی نکرده بله. همچون مثالای من، سوال که پیش میاد اینه که شما چیکار کرده بودید مگه؟ یعنی مثلا یه وقت از تفنگ گرفتی دست چیویک بودی، خب میگیم شاید مثلا بازم اونم غلطه، ولی خب یه ذره شاید توجیه پذیر باشه. شما جرمتون چی بود؟ یعنی فقط شما تو مسابقه رادیو زمانه میگید به خاطر 2 تا کتاب، یعنی واقعا به خاطر 2 تا کتاب این دوتا حجم از مقاله. بله 2 تا واقعا مقاله. 2 تا مقاله بود. واقعا یعنی 2 تا مقاله بود. فقط به ببین خاطر 2 تا مقاله؟ حالا ببینید اگه داستان رو بخوایم بیشتر بگیم، من تا شاید چند سال قبل، الان یادم نیست، 3 سال 5 سال قبل، شاید هم کمتر، از موقعی که تصمیم گرفتیم این سایت درست کنیم، من دیگه چیز دیگه، خب تا من 3 سال قبلم کار میکردم، تو دانشگاه درس میدادم، خیلی هم سرم شلوغ، بازنشست کردم و شروع کردم بخوندن. تا اون موقع من واقعا نمیدونستم چرا من گرفتن. یعنی تو تمام این 3 سالی که تو زندان بودم یه شاهد نیاوردن، یه چیزی نگفتن. این بچه‌هایی که قبلا تو زندان بودن همه میدونن، یه شاهد میآوردن، یه چیزی میآوردن. و من همیشه تو تاریکی محض بود. حتی به صلیب سرخ هم که تو زندان بودم همین حرف زدم. وقتی اومدم بیرون تو چیزم بودم همین حرف زدم. حقوق بشر بعد از جریانات 57 اومدیم بیرون دیگه. اونجا سازمان حقوق بشر از ایران بودش و خارج هم اومده بوده، صحبت کرده بودیم، اونم رکورد کرده بودن. همین بود. تا اینکه چند سال قبل بود من شروع کردم به این سری نشستم یه مقدار زیادی کتاب‌های مختلف رو خوندم، تئوری رسیدم. حتی نمیتونم بگم این درست یا غلطه ها، به یه تئوری رسیدم. چون من عضو هیچ سازمانی نبودم اصلا من مخالف مبارزه مسلحانه، کاملا مخالفم. یعنی به عنوان خودم فکر میکنم تو بچه رو با دعوا کردن نمیتونی تربیت بکنی، بچه رو باید با ملایمت تربیت. من مریضم رو نمیتونم مجبور نمیتونستم بکنم که تو باید غذا کمتر بخوری چاق نشی نمیری، باید ما با ملایمت. حالا تو میخوای بنده اسلحه دست بگیرم و کار کنم، من مخالف بودم و همه دوستان من میدونستن و الانم خیلی بیشتر بهش معتقدم. خب اینم نبودم. اما گفتم من دوستان متعددی داشتم. دقت کردین یه زمانهایی بود دوستان جبهه ملی داشتم. تو امریکا حتی تعدادی دوستان مذهبی داشتم. من مذهبی نیستم، نبودم، داشتم و به همه‌شون هم احترام میذاشتم. تعدادی دوستان چپی داشتم، به همه‌شون هم احترام میذاشتم. هم حرفایی داشتن قابل زدن بوده. تو ایران که وقتی که یک کشور باید بشه باید همه این تفکر درست بیاد و من همیشه بهش معتقد بودم.
با دوستانی هم بودم که شاید بیشتر آشنا بودم. این دوستان خیلی بحث به قول معروف جامعه ایران چیه از نظر اقتصادی سیاسی، خب بحث دیگه سرمایه‌داری فئودالی فلان بینم این هست. و هر گروهی هم طرز تفکر برخورد به دولت شاه رو یا حتی الان به خمینی رو دارن، هر کدوم به خامنه‌ای رو دارن، هر کس فکر خودش رو داره. اونا هم یه تفکری داشتن که مثلا نیم فئودال نیم مستعمره میگفتن. خب من طبیبم، نمیدونم، اما خوندم. هرچی میخوندم درک نمیتونستم بکنم این نیم فئودال نیم مستعمره چیه. اونو معتقد نمیتونستم باشه، اما با این واسه قبول داشتم که من طبیبم. فی الواقع همه احاد ایرانی که نباید تجزیه تحلیل طبقاتی داشته باشن، که تو آدم آزادی خواهی باشی نباید تجزیه تحلیل. با اونا این بحث گفتگو رو داشتم. به نظرم نمی‌اومد تغییر. میفهمید. اوکی. در هر صورت که میگفتم یکی این بود. البته قبل از اینو کامل بکنم باید یه چیز دیگر هم بگم که اونم یه هنتی بود، به قول معروف نشانه بود به من اون موقع داده شده بود اما من مطمئن نبودم. در زمان یه 2 ماهی من تو 2 سالی میگم تو دادگاه رفتم، همه کارا تموم شد. اون شب یلدای معروف شد که حتما شنید، بله. مال سیروس ناوندی اینا شد. من دیگه تو زندان قصر بودم اون موقع. یه روز منو خواستن بردن زندان کمیته کاوه، بردن پیش باجو. گفتن که باجو گفتش یه دفترچه به من نشون داد. گفت این دفترچه مال توئه. من دفترچه رو وا کردم دیدم آره خط منه. چی داستانی بود؟ یه خلاصه ای بود. من معمولا تمام همیشه الانم همینجوریه و هرچی میخونم یادداشت برمیدارم که بعداً دیگه نرم همه کتاب بخونم، یه ذره رو بخونم. کتابی بود در رابطه با میرزا کوچک خان. گفتم من تاریخ و همه چی رو میخوندم. یه کتابچه چند صفحه میرزا کوچک خان. اتفاقا برای من میرزا کوچک خان جالب بود، خب منم شمالی هم اونم هست و من یادم قدیما مردم تو میرن تو کتابخونه درس میکنم، ما میرفتم. یه امامزاده بود بالا، یه چیزی هم داشت، درختی داشت رو تپه، خیلی با صفا بود. اونجا برای کنکور درس میخوندم. از این دهاتی ها میشناختن میمدن، دوستا پیرا بودن و من از میرزا کوچک خان صحبت میکردم. من خیلی شخصیتش برای من جالب شده بود و اینا. من کتاب میرزا کوچک خان رو یه چند صفحه خلاصه برداشته بودم برای خودم. بعدن یه دوستی رو که تو چیز بود، توی ایران آشنا شده بودم، همینجوری صحبت میکردیم. گفتم میرزا کوچک خان گفت آقا این دفترچه رو بده من نگاه کنم بخونم. دادم. بعدش هم هیچی، منو گرفتن دیگه، تموم شد و دیگه منم اصلا این دفترچه میرزا کوچک خان آخرین چیزی بود که یادم بمونه، که من که الانم یادم رفته بود. اونو به من نشون داد. وقتی این نشون داد یک دفعه به قول معروف آنتنام شروع کرد به کار کردن. منو فرستاد گفت برو تو سلول. منو تو سلول تنها گذاشت. من دیگه وحشت کردم که من هیچ چیزی از من نداشتن، حالا یک جزوه میرزا کوچک خانو دارن دیگه دیگه این دفعه دیگه خدا حافظ همه چی. 2 روز مرتب فکر میکردم و اینا. هیچی دیگه من نخواستن، اصلا نخواستن اینا. 1 ماهی من اونجا نگه داشتم. الان درست خاطرم نیست، مثلا 1-2 هفته تو سلول تنهایی گذاشتن. بعدشم که منم قبلا اون 3 ماه گفتم سلول تنهایی خیلی گذاشته بودن، سلول سرما تو وسط زمستون بدون لباس و بدون چیز خیلی گذاشته بودن دیگه. آدم بعد مدتی پوستش کلفت میشه، عادت میکنه. من یک دفعه خب خیلی برام تعجب شد، این تنها چیزی بود. من یه مقدار سعی کردم سیما رو به هم وصلش کنم. بعدنم و سلول عمومی تر
با سلول عمومی تر رفتم، با تعدادی از بچه‌های چیز آشنا شدم، آزادی بخش، دخترای آزادی بخش آشنا شدم. اونا اومدن کلی از داستانهای خودشون برای من گفتن و چیزها رو هم گفتن. اونجا بود من یک دفعه فکر کردم، من مطمئن بودم که اون افراد اسم آزادی بخش نداشتن توش. من فرار سیروس نهاوندی رو شنیده بودم تو امریکا و اصلا هم به نظر من خیلی انکدوت بود که سیروس نهاوندی فرار بکنه، بعداً هم ایران بیاد گروه هم درست بکنه. این اصلا من قبولش ندارم، فکر نمی کردم. تو تمام این مدتی هم که تو زندان بودم، منو حالم بد بود، منو برده بودم بیمارستان، همیشه دوره من اصلا همون آدم بیکاره هیچ کاره با من مسلح بودن و ماشین مسلح منو دنبال میکرد. حتی دستشویی کسی میومد با من دستشویی، دقت کردی؟ به همیشه برای من بگو این آقا چه پدیده بود، چه جوری اومد اینا. خیلی شک و تردید داشتم، اما با اون بچه‌ها که صحبت کردم خیلی برام مسائل روشن شد که من تو نوشته هم نوشتم و فلانه اینا. آخر سر صحبتمونم در رابطه با سیروس نهاوندی و ساواک حتما صحبت میکنم بیشتر. یه مقدار اینجا برای من این شما پرسیدین آخه چی بود، این ارتباطی بود برای من به وجود اومد که حتما اون افراد، اون فرد یه جوری ارتباط داشت به طور غیر مستقیم به سیروس نهاوندی. اینجوری بود که من حتی اصلا سیروس نهاوندی رو قبول نداشتم. توجه کردی؟ هیچ قبولی نداشتم. این و شاید اینا میخواستن صحبت‌هایی راجع به من شده بود که من نمیدونم، شاید آشنا زیاد دارم که این شکنجه هایی میکردن، میخواستم به توسط من با افرادی دیگه آشنا بشن و من خوشحالم که این همه شکنجه شدم و اسم افراد رو نیاوردم، برای اینکه هر شب برای خودم نشستم فکر میکردم من اسم کدوم دوستم رو بگم. این دوستام همه اومدن زندگیشونه دارن میکنن، این حق نیست که من اینجا دهنم باز کنم از افراد که اصلا نمیدونم پشت، برای اینکه هرچی مخفی کاریه و با این افراد چی صحبتی داشته باشم. حتی با کسی که اون کتاب بود، اون کتاب خیلی اون خانومی بود، دوست نزدیک من نبود، یا چیزی داشتیم قرار بود 2 هفته دیگه 1 هفته دیگه ببینیم، حتی من اون قرارم ندادم. یعنی دوزاریم به قول معروف حسابی توی چیز افتاد که ساواک چی هست. اینجا من برمیگردم از مسئله خودم به ساواک برمیگردم که واقعا در عرض این همون 3 ماه اول، چون من هی سلول تنها بودم، بعدن سلولایی میرفتم که 2-3 نفر دیگه بودن. توجه کردی؟ خود آدم که احمق نیست یاد میگیره از بچه‌های دیگه که چی میگن و اینا. قشنگ میفهمیدم که ساواک یه تصوری داره که آقای، اتفاقا من خیلی دلم میخواد بچه‌های جوان، من طرفدارای شاه رو کاری ندارم، خب یه عده آدمای معمولی هستن، تفکرش باشه، اون اعتقادش، یه عده متقلبن. خب من با اون متقلبا که به کلی کاری ندارم. اونایی هم که آدم معمولی هستن، خب یکی میخواد مسلمون باشه، یکی شاه دوست داره، به من مربوطی نیست. من دلم میخواد اینا بدونن نه، آقای ثابتی و تمام این افرادش دروغ میگن. این من بودم، نه تنها من بودم، شما نمیدونین چقدر بچه هایی بودن. دختره 21-22 ساله چیز بود، از خانواده اومد بود، از محلی اومده بود، تفاوت اجتماع رو تو ایران میدید اون موقع.
فشاری که به مردم می اومد میدید. خب میرفت کتاب میخوند. بعدن دیدن نه چند نفر بودن، دیدن کتاب میخونن و میترسیدن از اینکه ساواک اینا رو بگیره. گفتم ما میخوام بریم خارج. رفته بود پاسپورتش رو بگیری، اینو گرفتنش. اینقدر شکنجهش کردن، اصلا اسالت جنسی کردن دختر 22 ساله رو. این آقا بعدم میگه نه، دختر 22 ساله، دختره الان تا الانم هست باید سایکیاتریست ببینه، باید اینو ببینه. من اینو باید قطعش کنم، تلفن بده. اینو باید بدونه. دختره الانم یکی دوتا هم نیستن ها، واقعا الان فرصت نیست من یه دونه دونه بهتون بگم. یا زیاد این دخترها، یا دخترها رو شکنجه کردن چون برادرش فلان کسک چریک بوده. دختره رو گرفتن نگه داشت، شکنجهش کردن، هنوز پاش اون زخم اسکار زخم شلاق هست. دختر 22 ساله چون برادرش یه چریکی بود، برای اینکه اون چریکه رو بگیرن اینو شلاقش زدن، مدتی نگه داشتن. وقتی پسره رو گرفتن، برادر رو گرفتن، کلی فامیل هم گرفتن، همه رو پلو همدیگه شلاق زدن و میگفتن ما خواهرتون رو چیز جنسی میکنیم، اسالت جنسی میکنیم. خودت نگاه کن یکی بیاد خواهر شما رو بگیره، خب این چه حالیه؟ توجه کردی؟ مورد قبول نیست. اینا کردن. اصلا این دختر بیکاره بود. ببینین اون کسانی که واقعا تو کارهای مسلحانه بودن، آدم کشته بودن، جز یکی دو نفر همه کشته شدن. توجه کردی؟ یه چند نفری شاید تو عملیات چیز بودن، دستگیر شدم که من با یکیشون مدت‌ها چیز بودم، هم سلول بودم. حتما اسمشون شنیدین. زهرا قلحکی، زهرا قلحکی. دختری بود واقعا، من هنوزم وقتی نگاه میکنم گریم میگیره. این مسلح بود، چریکم بود. با من یه 2-3 هفته همسه من گفتم در حدود اگه به هم بذاریم توی توی کمیته، من حدود 15 ماهی تو کمیته بودم دیگه، با افراد مختلف زیاد بودم. این دختر واقعا یه دختر فوق‌العاده ساده‌ای بود، خوشقلبی بود، آرومی بود. حالا هرچی پروندهشو میگن، اون من فقط اون 3 هفته‌ای که باهاش بودم دارم، یا 2 هفته‌ای که میگم. این خودش دستگیریشو به من گفت، برای من گفت و میدونستم اعدامش میکنم. دلیلی هم نداشت برای منی که کاری نیستم دروغ بگه. توجه که کلی زندگیشو گفت، مسائل زندگی شخصیشو گفت. حالا اونو شما نخواهیم بگیم، دستگیریشو. چون من یه چیزی از ثابتی شنیدم که گفتش که مردم و زنا رو بچه ها رو میکشتن. نه، اینجوری نبودش. این دختر شایدم توی جریاناتی که یکی دیگه یه چند تا از رفیقاش یکیشو میکشن، شاید تو اون جریانات تو ماشینی بوده و فلانی بوده و اینو من دیگه نمیدونم. دقت کردی؟ اما موقع دستگیریشو این خانم به من گفت، من وظیفه‌مو که بیان کنم. این دختر کاملا مسلح بود، نارنجک داشت، هفتیر داشت، همه چی داشت. از این چیزام داشت، سیانورم تو دهنش. سیانورم تو دهنش بود. برای من تعریف کرد. حالا دختر 22 سالشه فقط ها. سیانورم تو دهنش بود. میگفتش من رفتم تو اون طرفای تجریشون بالا، یه جایی یه بقالی کوچک، یه ده بود، ده بود، مثل الان نبود جریانا. رفتم تو یه بقالی چیزکی بخرم. میگفت یه دفعه دیدم دور بر من مشکوکه. همزمان باهاش چند تا مردم، زنای محلی با بچه هاشون و پیرا اونجا دارن خرید میکنن. میگفتش که من وقتی که دیدم اون موقع خیلی راحت میتونستم نارنجک رو بکشم و یا هفتیرم رو بردارم بکشم، اما چون اون زنا و بچه ها و پیرا اونجا بودن من نکردم این کارو. اومدم یواش یواش که از در خارج شم، باهاشون چیز کنم، جنگ کنم به قول معروف. و یک دفعه دیدم از پشت منو گرفتن
دم در و من چیزامو خوردم، همین یارو رو جویدم، سیانو رو جویدم و جویدم و خودش میگفت متاسفانه در هر صورت سیانورش کار نکرد، یه ذره حالش بد شد، بالاخره گرفتم و این نتونست. یعنی شما ببینین حداقل این چیزی بود این دختر به من گفت و هیچ دلیلی هم نمیبینم این به من دروغ گفته باشه اون موقع، که گفت وقتی که من دیدم اینا بچه ها و جوون ها و پیرا هستن من نکردم این کار رو. این رفت، حالا میگم من نه چریکم نه طرفدار چریکم، این چیزی بود اون دختر برای من تعریف کرد و دختر فوق العاده خوشقلب و ساده‌ای بود. میتونست دختر من باشه، میتونست خواهرتون باشه، میتونست دختر داییتون باشه، اینقدر بچه ساده‌ای بود. چرا ما اینجا بعدن این سوال میاد، چرا ما بچه هامون میان تو این جریانات؟ ببینید الان دیگه من آدم پیر و مسنی هستم، حساب کنم من 83 سالمه، توجه کردین؟ و طبیب بودنم باعث میشه که آدم تو زندگی مردمه، تو کلی روانشناسی و سایکولوژی و اینا میخونی جامعه و بعدن من ادامه دادم به کتاب خوندن ها و بعدن تو جوامع مختلف بودم، با مردم بودم. ببینین وقتی که توی جامعه دیکتاتوری باشه، هر نوع دیکتاتوری، میتونه ایدئولوژیک باشه استالین، میتونه مذهبی باشه در حال حاضر تو ایران، یا شاهنشاهی باشه. این عقیده منه و مشخصا میگم وقتی تو فشار میاری به مردم از دوال خارج نیست. یا اینا آدمای تو سریخوری میشن که میتونن متقلب و دزد و تو سریخور دون بشن، یا اینکه حرکت میکنن. این حرکتشون دیگه حرکت حساب شده ممکنه نباشه. توجه کردی؟ اینجاست حرکت حساب شده نباشه. اینجاست که آقای چیز میاد این وسط، آقای همین مردک ثابتی میاد. ثابتی تو طول صحبتش، من مطمئنم نظر منم راجع به ثابتی میخواین، من میخوام اینا رو به هم بحث کنم. اجازه شما. ثابتی تو طول این 5 تا نوارش که واقعا من تصمیم گرفته بودم گوش ندم، اما وقتی که شما خواستین من باهاتون صحبت کنم گفتم دوباره باید این زجر رو بکشم، حرف این مردک رو گوشش. خواهش میکنم، منو عذاب دادین. کلی چای خوردم، سیگارم که تازه اینم باید بگم من تو زندان اینقدر ریم خراب شد، بعدن سل گاوی گرفته بودم، مجبور شدم عمل جراحی ریه کنم و اینا، هنوز که هنوزه باید درمان بشم و نتیجه سیگارم نمیتونم بکشم، اما خب چای رو دیگه راحت و میشه خورد. حالا این آقای ثابتی تو 5 نوارش تمام مدت مسئله شخصیت خودشه. حتی حرفاش هم میگه من به شاه هم دستور دادم این کار. خیلی جالبه، میاد میگه در حال رضا شاه و محمد رضا یه کاری کردن، اما نصیحت های، یعنی خودشو عاقل‌تر از همه میدونه و آموزگار راجع به مجلس حزب صحبت میکنه، فلان فلان دیگه زیاده، من که همه لابد گوش کردن نمیخوام بگم. مسئله اساسی ایشانن که به قول آمریکایی ها میگن one of a kind، یعنی یک فرد منحصر به فردی که منحصر به فرد همه چیز دنیا رو میفهمه و تمام تشکیلات ایران رو میگردونه. این آقا تعریف میکنه طول صحبتش، این یک چیزی من از شنیده هاش نوشته، چیزایی که شنیدم میگیره. 2-3 قسمتی دیگه داره و من نمیدونم این به چه دلیلی اومده صحبت کنه. اگر اومده بگی که رضا شاه و محمد رضا شاه خوب بودن، خب اون اینقدر نوشته های ما داریم، اصلا تاریخ داریم، رضا شاه چه کار کرد، محمد رضا چه کار کرد، اینقدر. و بعدا ما تاریخ شفاهی داریم، وزراش و آدماش صحبت ما اونا رو همه رو گوش کردم. این حالا میخواد از اونا تعریف کنه، من نمیدونم چی چیزی اضافه میخواد بکنه، اما به نظرم 2 چیز خیلی جالب داده به من. یکی این که
جامعه اون زمان چقدر دیکتاتوری بوده. این چیزها رو همه جا من خونده بودم، حتی تو مقاله راجع به ساواکی نوشتم، چون کتابای مختلف خونده بودم، من اونجا اونم نوشتم. شما وکیل میخواستی تعیین، کسی میخواد بره مجلس شورای ملی، ساواک باید بهش اجازه میداد. یکی میخواد سناتور بشه، یکی میخواست سرهنگ بره سرتیپ بشه، ساواک باید اجازه میداد. یکی میخواست مدیر کل بشه تو اداره، استاندار بشه، فرماندار بشه. این آقا تو صحبت‌هاشو دقت کنی، من یادداشت کردم اینا رو به دقت. حالا ممکنه حوصله بکنم یه روزی اینو بنویسم که از صحبت‌های این به علاوه چیزی که خوندم درست در اومده، یعنی رفرنس ها رو به هم جمع میکنم، خودش داری میگه من اینجوری گفتم، من اونجوری گفتم، من به آموزگار گفتم حزب رستاخیز و تو چجوری اداره کن. خب این یه قسمته و همزمان باهاش خیلی راحت کشور الله کلنگی بود، هر چیزی میخواد بشه حتما شاه میخواست بگه بشه یا نشه. خب این چی مشروطیه ما داریم؟ مگه قانون مشروطه رو کسی نخونده؟ ما که خوندیم. بس شما حتی مشروط خواهان ایرانی، اگر شما شاه رو میخواین برین قانون مشروطه رو بخونین و بعداً بیاین اینجا. هر کس میخواست یه جا عطسه بزنه باید شاه دستور بده. کجای مملکت این هست؟ این دیکتاتوری. و قشنگ هم داری میگه همه این حرفا رو قشنگ داری میگه. یعنی خیلی برای من جالب تر شده، برای همونم کم کم علاقه‌مند شدم یه چیزی که دونه دونه رو در بیارم. فقط چی رو نشون بدم که بابا کشور ایران در زمان محمد رضا شاه یک دولت دیکتاتوری بوده. نه اینکه الان دیکتاتوری نیست، ببخشید من میخوام حتما بگم برای اینکه عقیده الان حکومت الان هم دیکتاتوریه، توجه کردی؟ که اما چون ما الان صحبتمون پهلوی رو اون دارم صحبت میکنم، محمد رضا شاه وقتی که اونجا بنده میخوام عطسه بکنم اون باید دستور بده، پس این کشور دیکتاتوریه. این کشور دیگه مشروطه نیست. مجلس برای چیه؟ وقتی که مجلس، البته تو چیزم که اون تاریخ شفاهی رو میبینین افراد صحبت میکنن که ما میخواستیم وکیل بشیم حتما ساواک باید اجازه میگرفتیم یا نه. همه این چیزا بودش، اون زمانم بودش این حرفا. خب پس ما اونجا مشروطه نداشتیم، یک حکومت تک نفری سلطنتی از بالا به پایین داشتیم. و بعدا قسمتی دیگر از حرفای آقای ثابتی اینی که هر دفعه که ایشون نصیحت میکردن به شاه اینی که شما فشارتون رو کم نکنید، فشار زیاد کنید، تمام فشار زیادتر. خب بابا جان تو اونجا مأمور فشار آوردن به مردم ایران بود. آره هر کشوری سازمان امنیت داره، هر کشوری تو دنیا از عتیقم بوده. من الان اینجا راحت تو خونم نشستم، سنم هم این همه زیاد، نمیتونم بگم کشورها نباید دستور بدم سازمان امنیت نداشته باشن. خب باید باشه، کشور امنیتش میخواد، خیلی کارا ما. اما این امنیت وقتی که موجب فشار و خفقان و بدبختی مردم اون کشور میشه، این دیگه سازمان امنیت کشور نیست، این سازمان امنیت اون هیئت حاکمه است. این سازمان امنیت به درد پیشرفت اون کشور نمیخوره. این عقیده که قشنگم تو الانم میبینی، برین دوباره و سه باره گوش بدین حرف آقای ثابتی رو، هر حرفی رو میزنه در رابطه با دستگیری بیشتر، با کشتن بیشتر، با خفه کردن این، با خفه کردن اونه. تو با خفه کردن نمیتونی. حالا چرا من به این عقیده هستم که نمیتونم، در حالی که بهتون گفتم من مادرم، من بچه‌مو نمیتونستم، دعواشم میکرده ما
اصلا به درد نمیخورد. اما وقتی باهاش با ملایمت رفتار میکردم حرف من گوش میکرد. این یک به عنوان مادر، من مطمئنم پدر مادرتونم این همین بود. بعدا میاد مریضامو حتی مجبور نمیکردم. خب تو این سال مریض دانشجوهامو نمیتونستم مجبور کنم. آقا شوخی میکردم، میگفتم که دیگه ما باید اینجا جشن میگیریم تا بچه ها بیان درس بخونن چیز کنن. امریکایی ها، حتی من ایرانی ها رو فقط نمیدم، هممون مردم همینه. الان تو سگ بخوای تربیت کنی باید با آرامش تربیت کنی. اسب میخوای اینا همه در اومده، از نظر علمی درسته، نمیتونی این کارو بکنی. بعدن انسانو بگو. من یه چیزی حالا بخوام حرفه پزشکیمون اینجا وسط بیارم که این حرفی هم بود که تو سابق گفتم و نوشتنم. چون سابق به من میگفت خانم تو چرا کتاب خوندی؟ تو برو گوشوار الماس بخر، پالتوی پوست بپوش، برو اروپا بگرد و پزشکی تو بکن، اما به کار دولت نداشته باش. آخه این که نمیشه که. بهش گفتم دلیل من اینه. ببینی انسان مطمئنم همه میدونن اینا، من خودم هم میگم. بشر انسان نیمکره های مغزیش از همه حیوانات بزرگتر. این نیمکره های مغزی پوشیده شده از قشری که ما میگیم کورتکس، منطقه خاکستری هم چیزی تو فارسی میگن، و این خیلی پیچ و تاب داره. بیلیون ها سل اونجا نشسته، به خود که نیست. ما خیلی بیشتر از همه داریم. ما یعنی نه ما ایرونیا، یعنی انسان. برای همینم که تو میبینی بچه خورد متفکرتر میشه بالا. چرا اینجوریه؟ هر کس ما رو درست کرد. چرا ما اینجوری هستیم مغزش؟ برای اینکه تمام این اطلاعات رو بگیره، بره اونجا کامپیوتش بکنه، بتونه قضاوت بکنه، بتونه به یه پرده بالاتر فکر کنه. برای همینه ما تو غار نیستیم الان. مردم تو غار زندگی میکردن. شما برو تو چین، غارایی دارن شکل کشیده بودن. تو اروپا بریم، تو هر جا بریم، تو غار بودن. چرا اومدن تو جامعه؟ الان یارو رفته کره ما و همه جا و دیگه اصلا دیگه خودتون میدین به قول معروف AI اومده داره بمباران میکنه غزه رو چیز اسلحه AI رو. من اصلا اون اسلحه رو خوندم، به قول معروف توی دکتر به تو چه مربوطه اونا رو بخونه. اما بچه بلد بیچاره ها کشته دارن میشن تو غزه با اسلحه‌هاش. مثلا شاخ در آوردم. خب وقتی علم انقدر پیشرفت کرده، وقتی دیکتاتوری عدم رفاه مردم میشه. اما وقتی که صلح و صفاست، به نفع صلح و صفای مردم میشه. این دنیا انقدر پیشرفت کرده، ما کردیم این کارو، این کورتکس ما کرده. تو چجوری میتونی بگی خانم تو رفتی کتاب خوندی، درس خوندی، آقا تو این تکنولوژی رو خوندی، حالا بشین اینجا من به تو میگم تو این کارو بکن، من بگم تو اون کارو بکن؟ نمیشه. اصلا دست ما نیست. دقت کردی؟ اصلا دست ما نیست. بچه میفته از شکم مادر پایین، دستش نیست، نفس میکشه، گریه میکنه. این پروسه فیزیولوژی طبیعیه. برای همینه دیکتاتوری ممکنه. یعنی آره آقای ثابتی، میتونیم بیشتر مثل منو بگیری و آتش بزنی، بسوزی، خیلی بیشتر. من کیم؟ اگر هم من میمردم، مگر نمردن زیر شکنجه؟ میدونی چقدر مردم مردن زیر شکنجه؟ دختری چی بود اسمش؟ مال مجاهدین بود. سوختنش، اسمش کاملا یادم رفته. یکی از آشناهام باهاش بود، سلول انقدر عفونت کرده بود، مرد. و بعدن مثلا مهوش جاسمی اصلا مسلح نبود، تو همون اواخر زیر شکنجه کشتنش. معصومه طوافچیان طبیب بود، آره فعال سیاسی بود، اما راه سیاسی این اصلا مسلح نبود. تو اون زمانی که به قول معروف آقای کارتر هم آزادی داده بود،
گرفتنش زود سربریسش کردن. مردا چقدر زیاد اینا رو کشتن تو زمان تمام این مدت، چقدر افراد زیر شکنجه کشته شدن. خب آقای چیز، شما دارین به من میگین که به شاه گفتین، حتی شاه قبول نکرد این فشاری بیشتر بکنه، بیشتر بگیره، بیشتر بکشه. خب شما بیشتر بکشین، 5 سال دیگه چی؟ 10 سال دیگه چی؟ طرف اینقدر درک نداره، میاد میگه انقلابی ایران شد برای اینکه ما شل گرفتیم. ببینید این لغت ها همه بار داره، معنی داره، چون فلسفه پشت سرشه، عملی هم روش شده. شما بیا میمدین اون 300 نفر هم گرفتین، 1500 نفری از 1500 نفری میگیره میکشتی. خب نسل جوان بعدی چی؟ اونا که قبول نمیکنن، اونا مغزشون از مغز من بهتر کار میکنه. من تو وسط های قرن 20 بودم، الان قرن 21. الان یارو تو آقای چیز اسرائیل میره اونجا بمب میندازه، عکس‌های شما الان تو خونمون اینجا نشستیم میگیریم تا سر دنیا. بچه‌های کشته شده میگیریم، حالا اون میخواد بمب بندازه، آخرش میخواد چیکار کنه؟ اونم فرق نداره، عین همینه. دیکتاتوری هیچ جای دنیا کار نکرده. آقای هیتلر که خیلی قدرت داشت، به کجا رفت؟ استالین کجا رفت؟ شما اینو بگین. این داره میگه. حالا من روی سخنم به افرادی هست که هنوز فکر میکنن که مشروطه چیز خوبیه. من البته ما انقلاب مشروطیت کردیم، به مشروطیتش هم هیچی چیز در اومده بود، ناقص در اومده بود. من مخالفت و موافقتم نیست، اما آره رضا شاه یه کارایی کرد، من نمیخوام بگم نکرد. اتفاقا من خیلی هم دارم مطالعه میکنم که تفکر یه سری کارها رو مردم ایران کرده بودن و ایشون اومدن ادامهش دادن. نه که از فکرشون بودن که زنان درس بخونن و فلان بشه بهمان میشه. کلی متفکرین مختلف دور و برشون بودن، به ایشون که اینا اومدن، اما بعداً اونها رو میکشت. مگر نبود؟ ما خودمون میدونیم میبود. محمد رضا شاه هم خب پول نفت اومده و ایران پیشرفت کرده بوده، یه سری کارا شد. اما تو نمیتونی به قول معروف زندانی بکنی بعدا برشون گوشوار الماس بخری. آقای الماس ممکنه من نیم ساعت خوشم بیاد از برقش، اما وقتی نتونم فکر کنم این فایده نداره. حالا این چیزی بود که من از آقای ثابتی حرفاشون رو گرفتم که خیلی قشنگ ایشون دارن میگن، خیلی مفصلم دارن میگن که تو زمان محمد رضا شاه یک سال تشکیلات دیکتاتوری بوده و ایشان باره دروغو میگن اینا همه آدم کشانی بودن. نه خیر، من هنوز زندم، شاهدم تعدادی که آدم کش اصلا ما نداشتیم به هیچ وجه، کسی آدم کش نبود. اما خب چریک هایی بودن تعدادی کشتن، من هم چریک نیستم، افرادی رو هم کشتن. اما ما چرا کار چریکی شروع شد؟ مگه آقای جزنی چریک بود اولش؟ چریک نبود. مگه جبهه ملی چریک بود؟ نبود. نهضت آزادی چریک بود مگه؟ ما خلیل طماسبی رو آزادش کردیم، آدم کشته بود. اما مهندس بازرگان حرف نمیتونست بزنه. جبهه ملی هم رفته بود تو خونهش، پیش کار نمیده، بیان حساب بکنی. نخیر اینا نبوده. من حالا دیگه معذرت میخوام، حرف زیاد زدم. هرچی اگر سوالی بیشتر داریم بفرمایید. خیلی ممنون، لطف کردید. من سوال خیلی زیاد داشتم ولی شما تو حرفاتون همه رو اشاره کردید. خواستم از ثابتی بپرسم، از مستند بپرسم، دیگه شما تو حرفاتون همه رو اشاره کردید. فقط اگه کلام آخر نکته چیزی هست من در خدمتم. الان 1 ساعت شد که من گفتگو دیگه بیشتر اذیت نکنیم شما. نه خواهش میکنم. ببینین کلامی که
آخر من دارم واقعا به عنوان یک زنی که حق طلب و آزادی خواه بود و هیچ اصلا تو ضمیر ناخودآگاهش در رابطه با کشتنم نبود که من اینجا هم بگم آرزوهایی که من شبایی که من چیز بودم منو چیز کرده بودن جیری کرده بودن، یعنی میگفتن توی این هفته صبح عصر میری شکنجه میشی. خب این خیلی فشار بود، به طوری که من از ساعت 1 بعد شب بیدار بودم تا ساعت 7:30 8 صبح که منو میبردن شکنجه. تازه خوشحال میشدم که حداقل شکنجه کردن، اما تعرض جنسی نکردن. برای یه زن یه مردم مهمه تعرض جنسی. من خوشحالی می بود حداقل نکردم. بعد ظهر دوباره میلرزیدم ببرن دوباره شب آه مای گاد دوباره شلاق زدم برق زدم فلان کردم بهمان کردم. اما شبا میشستم فکر میکردم یه روزی انقلاب بشه ایران، یه روز ما دادگاه داشته باشیم، اینا بیان تو دادگاه مردمی راجع به شکنجه راجع به دیکتاتوری صحبت کنیم. هیچ کدومشم نمیخواستم اعدام بشن کشته بشن، نه. من خودم دکترم میدونم نفس وقتی که یه زنده است، آدم زنده رو هیچ کس حق نداره بکشه، تمام شد رفت. آره این آرزوهام اون زمان بود. حالا وقتی که به پیام من به جوانای اینه که ماها یه افراد آزادی خواهی بودیم برای کشوری بهتر، مردمی راحت‌تر، آزاد از در بند بودن. کارهای متعدد کردیم، یکی اسلحه گرفت، یکی کتاب خوند، یکی مقاله نوشت، یکی کتاب نوشت. اینا متاسفانه دیکتاتوری انقدر وحشتناک بود که ماها رو گرفتن یا کشتن، شکنجه کردن، مدت‌ها زنده نگه داشتن. ما رو نگین ما 57 هستیم انقلاب کردیم، نه. ما آزادی خواهانی بودیم که شما الان آزادی خواه هستیم، ما هم جزی شما هستیم. ما حق شهروندی میخواستیم، شما هم حق شهروندی میخوایم. ما نمیخوایم کسی رو بکشیم، شما هم امیدوارم نمیخوایم کسی رو. شما میخوایم زندگی کنیم، ما هم میخواستیم زندگی کنیم. ما همه یکی هستیم. متاسفانه راه جوری دیگه رفت، میتونیم ساعتها بشینیم جای دیگه صحبت بکنیم حتما. و مسئله پیام دیگر من افرادی دیگرن که جوان نیستن اما هنوز فکر میکنن شاهنشاهی زمانی داره. نه دیگه اون ساعتش گذشته، اون ساعتش گذشته دیگه. ما شاهی نمیخوام. بهترین کار یک جامعه میخوام که جامعه دموکراتیک، مردم آزاد باشن، بتونن رأی بدن، آزادی خودشونو بگیرن، هر کسم راه خودشو داشته باشه. و من ایمان دارم مردم ما، جوانای ما این پتانسیل دارن. ما هیچ چیزی از امریکا و اروپا و جای دیگه کم نداریم. این چیزهایی که سوئدیا دارن زندگی میکنن، یارو قرآن امروز هم دانمارک گفته که قرآن نسوزونه. مگه معتقد به قرآن؟ نه. خب یه عده معتقدم به قرآن، چرا باید بسوزونی؟ تو قرآن داشته باش، من اصلا نمیخوام هیچی داشته باشم، یا من میخوام چیز یهودی می داشته باشم. اینا من این آرزوی ماست. آره افرادی که هنوز داریم پشت سر شاهنشاهی هستیم، بدونید که ما پیریود دیکتاتوری شدیدی داشتیم و الان هم شما فحوای کلام آقای رضای پهلوی ببینین، هیچ فرقی با پدرش نکرده. یک سری دکور از چیز میگه و من حاضرم دونه دونه حرفاشو چون کردم، دونه دونه حرفاشو در بیارم، همون حرفای زمان شاه. این قائل نیست که ما مردم ایران فکر میکنیم، میخواد فکر کردن به ما یاد بده. من کسی رو قبول نمی کنم حاکم من باشه به من بگه من به تو یاد میدم تو چی فکر کن. خیلی ممنون لطفتون خانم آزاد.
تشکر من میکنم. معذرت میخوام اذیتتون کردم. نه خیلی ممنون، لطف کردید، دست شما نکنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار. قربان شما.